دادگاه جنایتی شهر قوقند روز 17 دکبر اقبال سولیفро که خود را دعاخوان و جنبرار عنوان می‌دهد و گویا با یک نگاه و لمس کردن بیماران را شفا می‌بخشد به 10 روز حبس محکوم نمود. دادگاه معلوم کرده است که نامبرده صرف نظر از آن که اجازت مشغول شدن به طبابت مردمی را نداشته است به کار و به اصطلاح عوام فریبیش ادامه داده است. اقبال سولیف نه تنها بیماران را فعالانه از ازبکستان و کشورهای دور نزدیک قبول میکرد بلکه معالجه به اصطلاح معجزوی خود را طریق شبکه‌های اجتماعی ترغیب مینمود. ماه‌های گذشته در نوارهای نشر نموده سولیف چندین زنان تاجیک نیز نشان داده شده بودند که برای خلاص گشتن از دردهایشان به نزد او رفتند. در تاجیکستان هستید؟ از کجا؟ از دوشنبه؟ از شما فقط اخلاص لازم است. شفا را خدا می‌دهد. در تاجیکستان رفتن به نزد فولبین‌ها و جادوگران از 3700 تا 4500 سومانی جریمه در پی دارد. آنهایی که به این کار مشغولند از 6 تا 7500 سومانی جریمه می‌شوند و در صورت تکرارا صادر کردن عملشان می‌توانند زندانی گردند.